اینا از 1000 لیتر که شروع میشه تا به 20,000 لیتر هم ماجور میکنه. بزرگترین چالش و مشکل ما در کار ما فقط چاق بودن منه، به تعذیر و جون نمیشون بعضی وقتا. دیگه پیام خاصی خود نداریم، اون تا تانکرها خوبیه، از اینا استفاده کن. بیان بخرن. بله بیان بخرن که ما کار کنیم. بیننده‌های عزیز سلام و وقت شما بخیر. با همکارا گذر داشتیم به سمت تانگ مولوی و دقیقا در کنار مناره ها جاده هرات 4 یک فعالیت توجه مرا به سمت خود جلب کرد که انبوهی از تانکرهای آب در اینجا هست که توسط آهنهای بسیار مخصوصی که از کانتینرها اینا فکر کنم گرفته میشه ساخته میشه. برای ببینیم داخل زیر چگونه اینا جور میکنن، با چی سایزای، قیمت های از اینا چیه و فکر کنم یک گزارش بسیار جذابی تهیه میشه. کاکا همراه ما هسته، همراه ما همراهی میکنه، همکاری میکنه. سلام وقت شما بخیر کاکا جان. خوبم بخیر اینجا شما جان. شما خوبه؟ یک معرفی کوتاه. انبیا محمدی هستم، یک از باشندگان شهر هرات و سرک مناره ها. چیکار شد کاکا جان که شما تانکری آب میسازین باز با این استقامت، با این آهن دبل؟ بله دیگه ضرورت مردم، نیاز مردم، مجبوریم که ما یه خدمت بکنیم برای مردم. این آهن زیر از کجا میارین کاکا؟ ورق از این کنتینر گاهی وقتا همینجا ما میگیریم، کنتینرها رو پرزه میکنیم و گاهی بعضی موقع اینا رو از ویش میاریم. ورقای کانتینر همینایه؟ بیننده عزیز همراه باشین. این ورقای کانتینرها درسته؟ بله ورق کنتینر، همین کنتینرها که اون بالا میبینیم از این کنتینرها پرزه میشه، اینا به ویش باز ما از اینجا خریداری میکنیم میاریم انتقال میدیم به شهر هرات. روزانه چقدر تولیدات داریم؟ روزانه 10 تا 20 تا تانکر تولید میکنیم. و چقدر فروشات داریم؟ فروشات هم همین 10 تا شاید بشه، 5 تا بشه. حالا فعلا که فروشات کم از زمستون، یعنی وضعیت اقتصاد مردم هم کمک ضعیفتر شده، مسلمان ها بیکاره، خریداری ندارم، کم دارم. بزرگترین سایز تانکر آبی که شما اینجا جور میکنین چقدر کدامه؟ اینا از 1000 لیتر که شروع میشه تا به 20,000 لیتر هم ما جور میکنیم. 20,000. بله 20,000 لیتر که جور میکنیم به سر همین کوره میبرم و 10,000 لیتر هم جور میکنیم برای همین تل و اینا، هم تل فروشا میبرم داخل شهر، برای مارکت و باغ و باغچه هم اینا جور میشه میبرم. اینا در واقع دیگه ذخیره آب. ذخیره آب. بله چه قسم قیمت ها از اینا؟ قیمت ها از اینا دیگه از 3600 لیتر شروع میشه تا به 35,000 55,000 علامت قیمت داره هر کدومه. 35,000 افغانی، همین کلون های 20,000 لیتر 35,000 افغانی تقریبا همین جور میشه. 1000 لیتره به چنده؟ 1000 لیتر میشه به 3800. 3800. بله که به تصویر میبینیم دقیقاً در اینجا مصروفی کارن و دارن همو تانکری آب شکل میدن. من ببینم که برادر ما چی وظیفه داره دقیقاً به اینجا نسوزم. سلام. سلام علیکم. وقت شما بخیر. همچنین سلامت باش. خوب هستین؟ شکر به دعای شما. اسم شما؟ زبی الله جان. چه کار میکنید؟ در حال جوشگری این داره دیگه، تانکر تیار میکنم اگه خدا قبول کنه. بزرگترین چالش و مشکلی که در کارخوداری چیه؟ بزرگترین چالش و مشکل ما در کار ما فقط چاق بودن منه، به تعذیر و جون نمیشون بعضی وقتا. خب کلانتر بساز. کلانتر دیگه خدا قبول کنه دیگه، مشتری سفارش بده چشم بسازیم برای اینا. شما در کل روزانه همینه کار شما؟ کلا تانکر سازی دیگه در کل همین روز. در هر بخشای هستین؟ هم کلا خدام همکاری میکنه. روزی چند تا جور میکنه؟ ما 4-5 نفریم دیگه، روز 5-6 تا جور میکنه. 5-6 تا. بله. لذت میبرین از کار خود؟ بسیار زیاد. مگر هر کاری که آدم مگر میکنه مگر اول لذت داره. از ما خاطر به سوال کردم. سلام. دقیقاً تجربه از کار از کجا حاصل کردین؟ از همین جگاه شروع شده. چند وقت؟ 9 ماه. سخت خونیه زیاد، دشوار خونیه کار. دیگه نه اونچنان سختی نیست دیگه. علاقه داشته باشی هر کاری آسونه، اگه علاقه نداشته باشی سخت میشه.
همین جوشوری از این تانکرهای بزرگ که هسته درسته. اونا زمان زیاد میبره باز؟ بله اونو بیشتر زمان میبره دیگه. اونو مگر 3 نفر 4 نفر باشیم همزمان خدام خورد. دلوانگ یک دانه باشه. بله بله. ولی تو خورده که باشه اینا یک دیگه نفر هم. به یک نفر تیار میشه. بله. برای همسن و سالا خو برای هموطنای ما چه پیام داری؟ برای همسن و سالا خو این پیام دارم که فقط کار کنن. کار چیز خوبیه. فقط دیگه چیزی نباشم، فقط کار کنن ها؟ تن سالم و کار دیگه از همه چیز دیگه به درد نمیخوره دیگه. خیر باشه. سلامت باشه، زنده باشه. با ما باشه. میشه یکی از اون تانکرهای آبی که 20,000 لیتر جای میگیره از اینا فعلا خو آماده نداریم. یعنی کلونور داریم اینا 5,000 4,000 لیتر، قیمت از اینا تقریبا 15,000 13,000 هسته. خیلی خوب. باش ما به بیننده نشان بدیم. این گفتین چند هزار لیتر میگیره همین روبروی ما که هست؟ روبروی ما میگیره 4,000 لیتر. 4,000 لیتر. قدرانی عزیز با ما باشین. واقعا من که میالی به صحنه هستم متوجه شدم که بسیار از یک آهن مستحکمی استفاده شده و بسیار مستحکم و منظم. این گفتین 4,000 لیتر. 4,000 لیتر بله. قیمت چند؟ قیمت از این میایه به 12,000. 12,000 افغانی. 12,000 افغانی بله. 2,000 لیتر ها گفتین به چنده؟ 1,000 لیتر میایه به 3,800. اینا توسط چی دستگاه‌های توسط چی اینا رو جور میکنه؟ اینا دیگه انوی دستگاه پرسه. پرده ها از این پرس میشه و بعد از او ورق از این اینا نورد میشه. این نورده. دستگاه نورد میشه دیگه شاگردان کار میکنن پیج میدم اینجا جوشکاری میکنم. جوش از اینا توسط چیه؟ توسط برق دیگه. توسط بله برق. همین اکنون برادر ما اینجا چیکار میکنن؟ این هوا برش کار میکنه، برشگری میکنه. بله اینجا برشگری. بله برشگری میکنه. بر علاوه از اینکه چیز تانکرهای آب میسازین توسط از آهن‌ها از اینا دیگه چی استفاده صورت میگیره؟ اینا دیگه از اینا خیلی کارا به داخل موتورا و رقار میندازم، کف بدیر میسازم، دیگه لوله حمام جور میکنم، دیگه کارا میشه دیگه خیلی استفاده میشه از اینا. در و پنجره هم عجیب، حتی جور درم جور میکنم، دروازه باغچه یعنی از اینا جور میشه. دروازه هم بله جور میشه. ولی شما در این کارگاه خو فقط ما تانکر آب میسازیم. بله از کجا شدی مفکوره؟ با خدا دیگه چیکار کنیم؟ بیکاری ها هر مفکوری بادم چه میکنه که کار کنه و دیگه باعث میشه که یک کار شغل انتخاب کنی، یک لقمه نونی پیدا کنی دیگه. چه رقم روزی هستین از شما؟ شکر بله آرزویم ها. میشه خدا نصیب کنه برادر میشه. 2 روپیه گیر میاد یا نه؟ شکر ان شاء الله. چه پیام داره کاکا جان به عنوان یک کسب کار در هرات برای مردم؟ دیگه پیام خاصی خود نداریم، اون تا تانکرها خوبیه. از اینا استفاده کنن. بیان بخرن. بله بیان بخرن که ما کار کنیم برادر. این کارگرام هم صاحب لقمه گگنونی بشم، اینا هم بیکار نمونه. بخیر شما رو تماس شما رو میگیریم، باز به کامنت برای بیننده ها می نویسیم که اگر کسی ضرورت داشت حتما بیار شما. ما در خدمت شماییم. بخیر باشید. زنده باشیم. خوشحال شدم. بخیر باشین. چند تا تصویری می داشته باشیم از کارگاه و از تانکرهای آب تا گزارشی بعدی. بدرود.